چند دوستان شادمه امیر هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بچه یه خبر خوش دارم از ایونت 117 میتیک و 2 تا گان لجند رایگان دیگه. بچه شما وقتی یکی یه 2 تا گان لجند رو میگیرین، مثلا سیار مکس و اون باتوم لجنده رو میگیرید، وقتی جبا رو باز میکنین دیگه اون پازلاش رو بهتون نمیده. مثلا بر فرض مثال من باتوم و با گان رو مثلا گرفتم، بعد دیگه وقتی جعبه باز میکنم پازل اون 2 تا گان رو به هم نمیده، فقط 117 میتیک رو به هم میده. و این خیلی خوبه. کسایی که زودتر سیار مکس و باتوم رو گرفتن خیلی خوبه. بچه اینم گیم پلی مولتیه. اومدیم یه دست با یکی بریم مولتی. خیلی وقت بود مولتی بازی نکردیم. اینجا اومد رفت بالا یه میس دادم. اینجا کلا داشتم بچه میس میدادم، هیپفایر بریم میدادم که منو بزنه، چون 2 بار وقتی نبود من زدمش که گفتم هیپفایر بدم تیرم نخوره که منو بزنه، حداقل جبران شه مساوی شیم بعد بازی رو شروع کنه. این دستم بچه من نامردی بردم. البته تا آخر بازی داره فنر نکرد. نامردی بردم، فشار خورد آخر سر لفت داره. میبینیم بچه اینجا هی میس میدادم یارو منو بزنه. اینجا من تفکر بزنم یه واقعا بزنم. بعد گفتم نه هیپار بزنم بهتره. بعد دیدم هیپارم عد خورد بهش مرد. اینجا رفتم دیدم یارو میس دوباره اومد زدمش. اینجا من 4-0 بودم. بعد گفتم نامردی حداقل 2 تا بزنه. اینجا اومد بره بالا زدم. واقعا بچه بازم دارم میگم این دست من خیلی نامردی بردم. اینجا رفتم جلوتر رفتم. این دست اصلا خدای میس بودم. این دست فقط داشتم میس میدادم. اینجا میبینم میس دادم. اینجا خیلی میخواستم میس بدم که منو بزنه. بعد گفتم نه دیگه بزنم بچه. بعد اینجا فکر کنم منو میزنه بچه. میزنم بزنه که حداقل اونایی که وقتی نبود زدم جبران بشه. بعد بچه بازیش خیلی خوب بود ولی منو نمیتونست بزنه، چون هم پینگ من 100 بود هم پینگ اون 100 بود. اصلا برای هم دیگه تلپورت میشه. نه اگر اون بغل توجه کنم میبینی که پینگم 90 100. اینجا دیگه کشیدم بعد رفتم جلوش مردم. اومدم اینجا دیدم منو زد. بعد گفتم دیگه تلپورت کنم. اون دوتایی که نبود زد جبران شد. دیگه رو کشیدم رفتم جلو که دیگه بزنمش. نایفم اومدم نگاه کنم. اینه کنن علاوه زیادی به نایف نیو کردن دیدم. اینجا اومدم یه دونه میس دادم. 2 تا میس دادم. 4 تا میس دادم. 5می دیگه زدم. اینجا اومدم خشام فرو کنم دوباره بزنمش. بعد دیدم فکرم اینجا اسپان میشه. دیدم نه اینجا اسپان نشده. نایفم رو نگاه کردم رفتم جلو. این برو نگاه کردم دیدم نیست. این برو نگاه کردم دیدم نیست. دوباره نگاه کردم دیدم نیست. و یهو تلپورت شد بچه دیدیم. بعد برگشتم سریع زدمش قبل از اینکه منو بزنه. نایفمو نگاه کردم دیدم یهو جلوم تلپورت شد. بعد زدمش. بعد هد خورد. اینجا دوباره نایفمو نگاه کردم رفتم جلو دیدم نیست. چرخیدم دیدم اینجا یه دونه میس دادم. بعد دیدم منو زد. دیگه خواستم بچه HDR رو بکشم که یه موقع دمیج نشه. زدم یه راست وانشات چه بمیره. بعد یه دیدم تلپورت شد. هیپار ول دادم نخورد. بعد دیدم یه جا وایساده HDR رو ول دادم مرد. اومدم سرش ذره فشاریش کنم رفتم جلوتر دنس زدم. بعد یه دیدم تلپورت شد زدمش. هم نت بگم بچه هم نت من بد بود هم نت اون بود. اینجا دنس زدم که یه چند تا منو بزنه حداقل جلو بیافته بچه لف نده. اینجا اومدم دوباره دنس زدم که منو بزنه. اینجا هم نمیزنه.
رفتم بالا دنس دادم، بعد منو زد. گفتم خب اون یه دونه‌ای که اونجا وایساده بود جمعه شد، لوکاسو کشیدم که برم بزنمش. لوکاس بچه کلن دمجه، یعنی من لوکاس از 100% بگم 80% دمجه. خیلی خوششانس باشین که لوکاس بچه وان شات کنه، ولی کلا گان خیلی خوبیه برای مولتی، برای بسر زیاد خوب نیست. اینجا رفتم داخلش دیدم نیست و یه تلپورت شد. بچه کلا این دست هم اون داشت تلپورت میشد، هم من رفتم داخل لابی دیدم اونم میگه تو داشتی تلپورت میشدی، کلا برای هم داشتیم تلپورت میشدی. اینجا دمت شد بچه، یکی دیگه هم زدم مرد، دیگه هم لوکاس وان شات نیست، دمجه. البته من زده بودم به پاش، ولی در هر صورت کلا لوکاس دمجه. رفتم جلو یه دونه میس دادم، بعد دیدم تلپورت شد، یه میس دیگه دادم. اینجا دیدم بچه وایساده، خواستم فینیشر کنم، گفتم نه وقتی نیست برای چی فینیشرش کنم. بعد دیدم تلپورت شد دوباره، دمیجش دادم، خواستم اینجا ذره فشاریش کنم اگه بود. بعد دیدم بچه کلا نیست، خواستم یه ذره شاتای نمایشی اینجا تمرین کنم سرش. بعد دیدم مرد، تیپار بل دادم مرد. بعد رفتم جلوتر دیدم اسپان نشد اینجا، مادم این بعد دیدم اینجا اسپان نشد، رفتم جلو دیدم اینجا اسپان شده. بله بچه ویدیو دیگه کم کم داره تمام میشه، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب کردن یادتون نره. تا ویدیو تموم شه بدرود.